أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب در مسئله فضیلت روز جمعه که این باب را ما و شما درسی گذشته شروع کردیم. چند حدیث های اول این باب رو گرفتیم و امروز باشد حدیث 1153 کتاب ریاض الصالحین را خواهیم گرفت. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1153 کتاب ریاض الصالحین میگوید و عن سلمان رضی الله عنه قال، یعنی که از سلمان رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یغتسل رجل یوم الجمعه، یعنی که غسل کند مرد در روز جمعه. لورا ترجمه نمی کنیم، میگیم غسل کند مرد در روز جمعه و یتطهر ما استطاع من طهر، یعنی که پاکیزه کند خودش را آن اندازه که میتواند پاکیزه کند خودش را، بچه زور است و توانایی و قدرتش خودش را پاک و پاکیزه و تازه کند. و یدهن من دهنه، و همچنین روغن بمالد، روغن بکند از آن روغنی که در خانه اش دارد. یعنی که زمانهای پیش که موی سر بلند میکردن و که از روغن استفاده میبردن، از این حساب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که و روغن بکند، روغن بمالد از آن روغنی که در خانه اش هست. امروز بگیم میتونیم در جای بگیم از شامپون ها و از صابون ها استفاده برد، از شامپون های تازه کننده و صابون های خوشبو تازه کننده استفاده برد، اونی که در دستش دارد، اونی که در خانه اش هست، اونی که تواناییش دارد، از همون طور روغن استفاده برد، از همون طور شامپون و صابون استفاده برد. او یمس من طیب بیته، یا گفت استفاده ببرد از خوشبویی که در خانه اش است، یا مثلا دوخی و عطر و دوخی های خوشبویی های گوناگونی که از در خانه اش، هر کدومی که در خانه اش هست تواناییش هست، از ان همون خوشبویی استفاده برد. ثم یخرج، پس ببراید، فلا یفرق بین اثنین، پس جدایی نه اندازد در بین دو کس. جدایی یعنی برود به سوی مسجد، ثم یخرج برود یعنی به طرف مسجد برود. وقتی در مسجد که میدراید فلا یفرق بین اثنین، پس فرق نکند، جدا نکند در بین دو کس. یعنی چی؟ یعنی دو نفر ششتگی است، چه برادران بین دو نفر جا کند و دو نفر ناراحت و دو نفر جایهاشون ناآرام کند، یعنی جدا نکند در بین دو کس، یعنی در بین دو کس ندراید. اگر جا باشد بشیند مشکل ندارد، اما جا نباشد و خچه جا کند. یا از سر کتیف مردم نپرد، فلا یفرق بین اثنین، از سر کتیف مردم نپرد. بعضی انسان ها را در مسجد جمعه خانه ببینید دیر می آید و میخواهد به صف اول برود و به صفهای پیش برود، پس با بالای کتیفای مردم پریده پریده می رود که این خلاف سنت است، این درست نمی باشد. فلا یفرق بین اثنین، پس جدایی نه اندازد بین دو کس. ثم یصلی ما کتب له، بعد بگذارد آن چیزی که مقدر شدگی است برای اون انسان، یعنی آن نمازها چند رکعت میتونه، 2 تا 4 تا 6 تا نافله بخواند. ثم ینصت اذا تکلم الامام، پس خاموش بایستد، سکوت بکند وقتی که امام گپ میزند، امام خطبه میکند. وقتی خطبه کردن امام سکوت بایستد. الا غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى، بخشیده می شود برای اون انسان آن چیزی که در بین اون انسان و در بین جمعه آینده هست. یعنی یک هفته اینه گناه اون انسان، گناهان صغیرش بخشیده می شود به سبب این عملهای در بالا ذکر کرده را
عملهایی که پیشتر ذکر کردیم اینها را هر انسانی که انجام بتید. پس این فضیلت روز جمعه است که الله تبارک و تعالی یک هفته اینا گناه را می آمرزیده است و می بخشیده است. این حدیث همچنین دلیل است که نماز جمعه پیش از خودش سنت ندارد، سنت راتبه ندارد، چطوری که دیدیم که میگه که ثم یصلی ما کتب له، یعنی بعد بخواند اون چیزی که مقدر شد برای او، یعنی دو تا میخواند، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت بخواند و بشینه تا امام آمدن. امام اومد خطبه را که شروع کرد گوش می اندازد و خلاص. این بود حدیث 1153 رواه البخاری و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیث 1154 وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه، یعنی هر کسی که آبازی بکند در روز جمعه، آبازی کردنی مثل آبازی کردنی جنابت، یعنی چقدر که انسان جنوب می شود آبازی می کند، پس هر کسی میگه به مثل انا همون در روز جمعه آبازی بکند. ثم راح، پس برود یعنی که در لحظه اول به سوی مسجد برود. ثم راح، پس برود یعنی به کجا برود؟ به سوی مسجد جمعه خانی برای خواندن جمعه. پس میگه اول یعنی که از جمله اولین ها شده مسجد برود. فکأنما قرب بدنه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس گویا که این انسان صدقه کردگی است یک شتر را، یعنی به سبب همین کاری کردگیش که آبازی کرده است به مثل جنابت و اول مسجد میرود، در مسجد میدراید، گویا که این انسان شتر ذبح کردگی است، صدقه کردگی است، گویا یک شتر را صدقه داد. و من راح فی الساعه الثانیه، هر کسی در لحظه دوم برود، یعنی که اول شدن نتواند دوم شد، فکأنما قرب بقرة، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس گویا که این انسان صدقه دادگی است یک گاو را، گویا یک گاو را صدقه کرد، همین طور ثواب میگیرد. و من راح فی الساعه الثالثه، یعنی هر کسی که برود در ساعت سیوم، یعنی در بگیم نوبت سیوم، یعنی از جمله سیوم انسان باشد، فکأنما قرب کبشا اقرنا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس گویا که این انسان صدقه دادگی است یک قشقار شاخدار را. کبشن اقرنه، قشقاری که شاخ دارد، یعنی قشقار بزبله و کلان را گویا که صدقه داد. و من راح فی الساعه الرابعه، و هر کسی که برود در ساعت و لحظه چهارم، فکأنما قرب دجاجه، پس گویا که این انسان صدقه دادگی است یک مرغ، به اندازه یک مرغ صدقه دادگی در نامه اعمالش نوشته می شود. و من راح فی الساعه الخامسه، هر کسی که در لحظه پنجم برود، پنجم آدم برود، فکأنما قرب بیضه، پس گویا که این انسان صدقه دادگی است یک تخم مرغ را گویا صدقه داده است، ثواب در نامه اعمالش نوشته می شود. خب این بود درجه بندی انسان ها که به مسجد برای جمعه خوانی می رود، لحظه 1 و 2 و 3 و 4 و 5. فاذا خرج الامام، پس زمانی که می براید امام، یعنی می خیزد امام برای خطبه کردن، حضرت الملائکه، آماده می شوند ملائکه ها، همون ملائکه هایی که ثوابا را می نویسند که این انسان یک شتر صدقه کرد، یک کمدر آمد و لحظه اول، لحظه دوم یک گاو، لحظه سوم یک قشقار شاخدار و لحظه چهارم مرغ و لحظه پنجم تخم، گفتن ثوابا را که می نویست، پس ان همون ملائکه ها آماده می شوند، یعنی دفتراشون جمع میکنند، دیگر از نویستن خلاص می شوند و یستمعون الذکر، یعنی گوش می دهند به خطبه، دیگه خلاص. کسانی که بعد می آیند دیگه اونها ده این ثوابا نوشته نمی شود، زیرا اینکه امام آمد و خطبه شروع شد، دیگه ملائکه ها گوش می اندازند به خطبه و نوشتن خلاص می شود. پس این حدیث ما و شما را تشویق میکند که بر نماز جمعه
آوازی کرده بر وقت رفتن اجر و پاداشش زیاد می باشد. این حدیث حدیثی متفقون علیه می باشد. این بود حدیث 1154. بعد از این حدیث 1155 و عنه، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ذکر یوم الجمعه، یاد کرد روز جمعه را، یا سخن کرد درباره روز جمعه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره روز جمعه سخن کرد و فقال، پس پیغمبر گفت که فیها ساعت لا یوافقها عبد مسلم، یعنی که در روز جمعه یک لحظه هست که موافقت کرد اگر بنده مسلم همون لحظه را، یعنی پیدا کرد بنده مسلم همون لحظه را. لا را ترجمه نمیکنیم، برای آخر الا است، اون الا هم ترجمه نمیشود. فیها ساعت لا یوافقها عبد مسلم، یعنی در روز جمعه لحظه و ساعت هست موافقت بکند بنده مسلم همون لحظه را، همون ساعت را، و هو قائم یصلی، در حالی که اون بنده مسلم چخت است، نماز میگذارد، یسأل الله شیئا، و میخواهد از الله تبارک و تعالی چیزی، یعنی از الله طلب کرده ایستاده است، دعا کرده ایستاده است. در همون لحظه اگر موافقت کرد میگه الا اعطاه ایاه، الله سبحانه و تعالی همون چیزی درخواستش رو براش میدهد. یعنی در روز جمعه یک لحظه هست که لحظه استجابت دعا هست، لحظه استجابت دعا هست. و علما اختلاف دارند در همین وقت کی هست. بعضی میگن این لحظه بعد از اونه که امام خطبه کنی میبرد تا نماز بود کردن است. بعضی میگن که این لحظه بعد از نماز عصر است. و خلاصه در باره وقتش که همین لحظه در روز جمعه وقتی استجابت دعا هست کی هست، در بارش اختلاف است. چرا اختلاف است؟ چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون لحظه را نگفت؟ تا اینکه ما در روز جمعه سعی و کوشش و تلاشی زیاد بکنیم برای دریافت کردن همون لحظه، یعنی کارها را یک جانب بگذاریم و رو به دعا و بشینیم و امید کنیم که همین لحظه استجابت دعا هست. پس شاید همون لحظه استجابت دعا باشد، یا دعاهای ما طولانی شود و عبادت ما زیاد شود. از این حساب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگن معین نکرد که اون لحظه کی است، یعنی پیش از نماز است، بعد از نماز است، وقتی خطبه است، بعد از عصر است، پیش از عصر است، این را بیان نکرد. و اشار بیده یقللها، میگن نشان داد، اشاره کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دستش، یعنی گفت که فیها ساعتون، در روز جمعه یک لحظه است، همین را میگه با دستش اشاره کرد، یقللها، یعنی کم میشمارید پیغمبر صلی الله علیه و همین وقت را، یعنی گفت که کم تر یک لحظه وقت کمی هست. اگر همون لحظه کم دریاب کردی، همون لحظه کم به دست آوردی، پس دعات مستجاب می شود و هر چیزی که از الله طلب کنی الله برات میتید. اما لحظه خیلی کوتاه هست. از این حساب در روز جمعه دعا و ذکر و عبادت زیاد شود، شاید لحظه را پیدا بکنیم و اون چیزی که از الله میخواهیم به دستش بیاریم. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1155. بعد از این حدیث 1156 و عن ابی برده ابن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو برده ابن ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت قال عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، میگه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گفت اسمعت اباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة، یعنی که این پسر ابو موسی اشعری که است، ابو برده. پس عبدالله ابن عمر ابو برده را گفت که آیا شنیدی از پدرت، یعنی از ابو موسی اشعری، آیا شنیدی سخن گفتگی باشد، سخن شنیدگی باشد، یعنی سخن کند، یحدث یعنی سخن بکند پدری تو از پیغمبر صلی الله علیه و سلم فی شأن ساعت الجمعه، در باره لحظه استجابت دعا در روز جمعه. یعنی ابو برده را میگه آیا از پدرت شنیدی که از رسول الله در این باره یگان حدیث گفتگی باشد، یعنی که از رسول الله یگان حدیث روایت کردگی باشد؟
قال ابو برده گفت که قلت نعم، میگه گفتم که ای عبدالله ابن عمر بله شنیدم، سمعته یقول، شنیدم پدرم رو که از پیغمبر میگفت که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، پدرم میگفت که شنیدم از رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگفت که هی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاه. گفت آن یعنی هی همون وقتی لحظه استجابت دعا ما بین ان یجلس الامام است، یعنی که از اون لحظه که میشیند امام، از اون لحظه که امام می نشیند الی ان تقضى الصلاه، تا آن وقتی که به پایان میرسد، به پایان میرسد نماز، تا آن وقتی که ادا می شود نماز، تا آن وقتی که نماز خوانده می شود. یعنی از اون لحظه که امام بالای منبر می براید لحظه استجابت دعا شروع می شود تا زمانی که امام از بالای منبر می فراید و نماز را می خواند و نماز به آخر می رسد. تا نماز به آخر رسیده نگفت انا همون لحظه است، لحظه استجابت دعا، لحظه استجابت دعا. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این یکی از قول‌ها است که همین وقت است. با قول‌های دیگر هم داریم که بعدی عصر است یا پیش از عصر است و خلاصه در روز جمعه هست. در روز جمعه باید انسان زیادتر تلاش کند برای پیدا کردن این وقتی مبارک. خب این بود حدیث 1156. بعد از این حدیث 1157 و عن اوس ابن اوس رضی الله عنه قال، یعنی که از اوس ابن اوس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که این من افضل ایامکم یوم الجمعه، هر آینه از با فضیلت ترین روز شما روز جمعه است، یعنی با فضیلت ترین روز در روز زندگی شما ای انسانیت روز جمعه هست. فاکثروا علی من الصلاه فیه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که پس زیاد بر من صلوات بفرستید در روز جمعه، در روز جمعه صلوات بر من زیاد بفرستید. فان صلاتکم معروضه علی، پس گفت هر آینه صلات شما، یعنی که صلواتی که شما میفرستید، درودی که شما برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرستید، پس نماز شما، درود شما، پس درود شما معروضه است، یعنی که عرضه می شود نزد الله تبارک، نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که صلوات شما که در روز جمعه برای من میفرستید برای من عرضه می شود، برای من تقدیم می شود، برای من پیشنهاد گردانده می شود. این از حدیث 1157 کتاب ریاض الصالحین. رواه ابو داود به اسناد صحیح، این حدیث را ابو داود رحمه الله با اسناد صحیح روایت کرده است. پس این بود باب فضیلت نماز روز جمعه و درباره جمعه. بعد از این باب نو شروع می شود، باب استحباب سجود الشکر عند حصول النعمت ظاهرة او اندفاع البلیة ظاهرة، یعنی که باب در مسئله مستحب بودن سجده شکر به جا آوردن، که انسان سجده شکر به جا بیارد. در کدام صورت؟ عند حصول نعمت ظاهره، یعنی در وقتی که به دست میاری یک نعمت نمایان و آشکار را، یک چیزی خوب را به دست میاری، پس باید سجده شکر را به جا بیاری. او انتفاع بلیت ظاهرتا، یا رفع می شود یا دور می شود از تو یک مشکلی، یک پرابلم کلان، یک بلا و مشکلی و مصیبت از سر تو دور می شود که آشکار بود که اون مشکلی بالات می آمد، مشکلی زیاد را بالای سرت می آورد. پس وقتی که اون مشکل از تو دور می شود چیکار کن؟ سجده شکر را بجا بیار، سجده شکر را بجا آوردن. خب امام نووی رحمه الله در زیر این باب فقط یک حدیث می آورد، با همین این باب را به آخر می رساند. این حدیثی که می آورد در زیر این باب حدیث 1158 کتاب ریاض الصالحین هست. میگوید که عن سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه قال، یعنی که از سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه روایت است که گفت
خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم من مکه نريد المدینه. میگه بر آمدیم ما همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه میگه بر آمدیم نريد المدینه، یعنی قصد ما مقصد ما مدینه بود، یعنی برای مدینه رفتن میگه به طرف مدینه بر آمدیم و از مکه بیرون شدیم. فلما كنا قریبا من عزرواء، پس زمانی که میگه ما نزدیک شدیم به عزورا نام یک مکانی است، پس میگه در همین عزورا ما نزدیک شدیم. وقتی در همون جا که رسیدیم میگه نزل ثم رفع یدیه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه از شترش فرامد، ثم رفع یدیه، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو دستانش رو برداشتن. فدع الله ساعتا، پس دعا کردن، طلب کردن از الله تبارک و تعالی لحظه یا چند مدت، چند لحظه میگه از الله تبارک و تعالی دعا کردند و طلب کردند. ثم خر ساجدا، بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنین باز افتیدن سجده کنان، به سجده رفتن، یعنی سر به سجده ماندن. فمکث طویلا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در سجده خیلی طولانی ایستادن، خیلی سجده کردند و چی ذکر و چی دعاهایی را انجام دادن. ثم قام فرفع یدیه ساعتا، با میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از سجده خیستند و باز دستانش را برداشتند و باز دعا کردند، چند لحظه، چند وقت میگه دعا کردن. ثم خر ساجدا، باز میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سجده رفتن دفعه سیوم، فعله ثلاثا، میگه 3 بار همین کارا پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام دادن. و قال، بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن، یعنی سبب این کار انجام دادن، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای چی این کار را انجام داد، میگه بیان کردن که اینی سألت ربی، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که من از پروردگارم پرسیدم، و شفعت لامتی، و شفاعت خواستم برای امتم، میگه من برای امتم شفاعت خواستم. فاعطانی ثلث امتی، پس میگه داد پروردگارم برای من 3/1 شفاعتی 3/1 امتم رو به دست من، یعنی 3/1 امتم رو میتوانم شفاعت کنم که شفاعت اونها را میگه الله سبحانه و تعالی برای من داد. اکنون یک چیز بزرگ را، یک چیز نمایان را الله تبارک و تعالی برای پیغمبر که داد، پیغمبر چیکار کرد؟ میگه فخررت ساجدا لربی شکرا، پس میگوید افتیدم سجده کنان برای پروردگارم سجده شکر، یعنی سجده شکر را انجام دادم. وقتی که الله سبحانه و تعالی این نعمت بزرگ را برای من که داد، من میگوید سجده شکر را بجا آوردم. ثم رفعت رأسی، باز میگوید سرم را برداشتم. فسألت ربی لامتی، باز میگه پرسیدم پروردگارم را برای امتم، یعنی برای بخشش امتانم، برای امتم میگه از الله تبارک و تعالی پرسان شدم. فاعطانی ثلث امتی، پس میگه برای من داد 3/1 باقی مانده امتم را، یعنی که باز شفاعت خواستم، باز 3/1 دیگرش را داد، یعنی از 3 قسم اول قسمی اول داد، باز دوم بار میگه خواستم باز یک قسمی دیگرش را داد. فخررت ساجدا لربی شکرا، پس میگه من افتیدم سجده کنان به پروردگارم سجده شکر را به جا آوردم. دافع دوم سیوم میگه ثم رفعت رأسی، باز میگه من از سجده که خیستم سرم را برداشتم. فسألت ربی لامتی، باز میگه پرسیدم پروردگارم را برای امتم. فاعطانی ثلث الاخره، پس الله سبحانه و تعالی میگه برای من اون 3/1 باقی مانده ای که بود، اون هم میگه شفاعتش به دست من داد. فخررت ساجدا لربی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس من سجده کردم پروردگارم را سجده شکر به جا آوردم. پس ببین الله سبحانه و تعالی از 3 قسم اولش را برای پیغمبر شفاعت داد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای این امر بزرگ، برای این نعمت بزرگ به دست آورده چیکار کرد؟ سجده شکر به جا آورد. دافع دوم دعا کرد، با قسم دومش را داد، با سجده شکر کرد. دفعه سیوم قسم سیومی شفاعت امتش، که کاملا شفاعت امتش را الله تبارک و تعالی برای پیغمبر که داد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم
سجده شکر کردن، سجده شکر رو به جا آوردن. از این حساب است که انسان وقتی که صاحب یک نعمت می شود باید سجده شکر به جا بیارد. اما برای سجده شکر چند مسئله های مهم است. اولا این حدیث را رواه ابو داود، این حدیث را ابو داود رحمه الله روایت کرده است. اما مسئله سجده شکر، سجده شکر طرف قبله بودن نبودن شرط نیست. هر طرفی که باشد، طرف قبله باشد خوبتر، اما هر طرفی که باشد موافقت کرد همون جاش سجده میکنه. یک مسئله. دوم مسئله برای سجده شکر، برای سجده شکر طهارت شرط نیست. یعنی شرط نیست که انسان طهارت داشته باشد برای این سجده شکر، زیرا که نماز نیست، این سجده است، برای این جایز است. فقط رکنهای سجده شکر سه چیز است. یکمش نیت است. انسان وقتی که مثلا سجده شکر یا نعمتی بزرگ را به دست میارد یا که پرابلم کلان از بالای سرش دور می شود، وقتی سجده کردنی می شود با همین نیت از جاش بخیزد که سجده میکند، این نیت شرط است. دوم الله اکبر گفته به سجده رفتن شرط است، الله اکبر بگه راست سجده برود. و سیومش سجده کردنش، سرش به سجده بماند، اینها شرط هستند. غیر این یعنی طرف قبله باشد نباشد مشکل ندارد، طهارت دارد ندارد مشکل ندارد، زیرا که سجده شکر این نماز نیست، بلکه این سجده تنها است و شکر را به جا آوردن است. پس این بود بابی مستحب بودن سجده شکر را به دست آوردن. با همین این بابم به آخر رسید. باب نو شروع می شود، باب فضل قیام اللیل، یعنی باب در مسئله فضیلت قیام اللیل. قیام اللیل چی فضیلت ها دارد، چی بزرگی ها و چی ثواب ها و اجر هایی که دارد یا چی فایده هایی که دارد، در زیر این باب امام نووی رحمه الله بیان میکند. ان شاء الله این باب را، باب فضیلت قیام اللیل را، فضیلت نماز تهجد، نماز شب را، ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.